با درود به شما دوستان عزیز، هموطنان گرامی، جشن فرخنده و قدوم نیک نوروز بین المللی را به یکایک شما مبارک میگوییم و خوش آمدید میگوییم دوستان همیشگی تلویزیون سفینه را به سر این سفره به دیدار بیننده تلویزیون سفینه. نوروز یکی از جشن‌های باستانی مردم تاجیک است و در سرخط جشن‌های ملی ما قرار دارد و این جشن صرف جشن طبیعی است، یعنی جشن طبیعت است و جشن است که انا گوییم که به آغاز انمون سرشوی اعتدال بهاری رسم می آید. درست است که نوروز یک جشن مردمی در سیاره زمین باشد هم عامل‌های اساسی یا که اساس‌های علمی برابر شوی شبانه روز بهاری با حرکت آفتاب از روی مدار معینی که با نام اکلیپتیکا در علم استرونومیا معلوم است به عمل می آید و باید ابراز نمود که حرکت سالانه مرکز آفتاب از روی همین همواری که نام اکلیپتیکا دارد روی گردش سالانه آفتاب رو نشون می‌دهد. ما اگر به این رسم ها نظر افکنیم و می‌بینیم که حرکت آفتاب از روی این مدار به عمل می آید و از قسمت جنوبی کره آسمان به قسمت شمالی گذشتن آفتاب به روز اعتدال بهاری رسم می آید، یعنی به 20-21 مارت سالشماری گریگوریانی ما و به اون تقویم های مردم ایرانی قدیم ما فروردین و حمل رسم می آید. به همین خاطر اگر ما این حرکت آفتاب رو از این روی این مدار اکلیپتیکا و بورش های این مدار اکلیپتیکا رو با اکواتور آسمان و با مریدین آسمان اگر بررسی کنیم، ما می‌بینیم که آفتاب در دوره حرکت سالانه خود در 4 نقطه جایگیر می شود. 4 نقطه اساسی هست. نقطه اولینش این برابر شوی بهاری که روز 20 و 21 مارت رسم می‌شود، شب و روز به هم برابر 12 ساعتی می شوند و بعد این حرکت آفتاب به طرف تابستان می رود و روزها دراز می شوند، شبها کوتاه می شوند و در نقطه‌ای که بلندترین نقطه قیام آفتاب است در کلمیناسیا هنگام مریدین آسمان را بریدن خط اکلیپتیکا در 22 ایون آفتاب در این نقطه واقع می گردد. این به برج جوزا راست می آید یا که دوگانیک می گوییم و این نقطه دورترین آفتاب است و نقطه درازترین روز و کوتاهترین شب. نقطه سونسستیانی میگن، یعنی که تابستان ایستگاه آفتاب. بعد این باز آفتاب به طرف حرکتش رو ادامه میدهد از روی اکلیپتیکا به طرف تیر ماه میل میکند و در 23 سپتامبر در نقطه با اکواتور آسمان بورش دیگری می شود و این نام دارد اعتدال تیر ماهی برابر شوی شب و روز. این به 23 سپتامبر رسم می آید و بعد این آفتاب باز میل میکند به نقطه پسشوی به زمستان و در نقطه از همه پایانترین 22 دکامبر بورش نوبتی با مریدین برخوردار میگردد. در اینجا روز کوتاه‌ترین 6 ساعت، شب قریب 18 ساعت دوام میکند. این نقطه همون زمستانه اعتدال زمستانه میگیم. ببینید که تجسم این حادثه های آسمانی یا حادثه های کیهانی در تصورات مردم قدیمه فارس و تاجیک چگونه جشن ها را بنیاد کرده است. با همین خاطر ما میتونیم 100% بگیم که نوروز روز برابر شوی شبانه روز بهاری است. در نقطه اول برابر شوی در تاجیکستان امسال از روی حساب‌های استرومتری مخصوص رصدخانه در گرینویچ انگلیا است که مریدین نولی از اونجا میگذرد. آنها همه این وارد شوی و این نقطه ها را با برآمد راست با میل ستاره ها ارزیابی میکنند، چین میکنند و باید ابراز نمود که کتاب اولینی که درباره نوروز و نام نوروزنامه انشا گردیده است از طرف حکیم ترمیزی است که تولد این عالم مشرق زمین ما 755 است، سال وفاتش 869 است و یگانه کتابی که به علم نجوم نوروزنامه را اولین مرتبه همین بزرگوار انشا کرده است. بعد این در کتاب هایی که به نوروزنامه بخشیده هستند از کتاب آثار الباقیه بیرونی برخوردار میگردیم که بسیار روایت ها و گفتارها دارد و در کتاب نوروزنامه عمر خیام و به آن که آید به نوروز تقویم می سازند. بگوییم که تقویم جلالی که عمر خیام ترتیب داده است از تقویم امروزه که ما با تقویم گریگوریانی یعنی که گریگوری 13
یک روحانی ایتالیایی این تقویم ساختن خیلی صحیح می باشد. این تقویم در 3300 سال یک مرتبه تصحیح می خواهد، یعنی که الهه می خواهند. تقویم عمر خیام، تقویم جلالی که عمر خیام ترتیب داده بود سال 1067 در 4500 سال یک مرتبه تصحیح میگیرد. میخواستم اطراف آن صحبت کنیم که مثلا روزی نمین نوروز، یعنی فرارسی نمین نوروز آیا تغییر مییابد؟ یعنی چون ما میدونیم نوروز در یکم ماه فروردین یا حمل در برج حمل راست میآمد. از نقطه نظر علم استرونومیا و استرومتریا که مقصد همه چینکنی و همه ارزیابی های حرکت سالانه آفتاب را وابسته به همون برج های 12 گانه است. همین قد همین همواری اکلیپتیکا 12 برج جایگیر است و هر ماه آفتاب از یک برج به برج دیگر وارد میگردد. یک ماهی فرصت اسکو دارد. اگر از نقطه نظر حادثه هایی که در کیهان به عمل میآیند، حادثه پریتسیسی است و نوتاسیا است که این حادثه ها وابسته‌اند که مرکزی همون تیر آسمان ستاره قطبی میگیم غیجش میخورد و در 12-13 هزار سال نقطه ها تغییر مییابند. و اگر ما از دوره ارزیابی بگیریم از قدیمترین روزهای جشنگیری نوروز تا امروز این نقطه ها تغییر افتادند و اگر امروز از نقطه نظر علمی استرونومی ببینیم فرارسی نوروز با برج حوت راست میآید، نه با برج حمل، زیرا که اون حادثه گفتم غیجش ها و اون حادثه پریتسیسی نام دارد، همون در پیش خوردن نقطه قطب شمال عالم سبب میگردد که حرکت آفتاب هم از برج‌هاش و دیگر روزها تغییر بیابد و به همون خاطر هم علمی اگر از نقطه نظر استرونومی مشاهده کنند روز برابرشوی بهاری با ماه حوت راست میآید. نقطه استرونومی تقویمی حمل 1 فروردین، 1 حمل 21 مارس است، نوروز است. از نقطه نظر استرونومی کیهان شناسی بگیم این حادثه در برج حوت است. سلامت باشید و استاد با شما صحبت را ادامه دهیم. ما در مورد تاریخ نوروز از قدیمترین جشن‌ها در تاریخ انسانیت است که تشکل یابی آیین‌های تجلیل آن تاریخ خیلی قدیم دارد و در تاریخ انسانیت تمام خلق‌های دنیا از زمانهای خیلی قدیم آنها از تغییریابی طبیعت و بخصوص با از زنده شوی طبیعت در فصل بهار آنها خوشنود می شدند و با فرارسی فصل بهار در بین تمام مردم دنیا جشن‌ها و عنعنه‌های گوناگون تا امروز شکل معین را به خود گرفته است. اما در بین مردم آریاتابار جشن قدیمه نوروز از زمانهای خیلی قدیم یک شکل معین پیدا کرده بود و آن پیش از همه با تغییریابی طبیعت و پیش از همه با وقت شناسی نیاگان ما این همبستگی زیج دارد. در علم تاریخ یک عباره است میگویند که انقلاب نیالیتی این زمانی بود که در زمانهای خیلی قدیم از 8 تا 10 هزار سال مقدم انسان قدیم بار اول کشاورزی را آموخت و آن دانه را بر زمین کشت کرد و از آن حاصل گرفت و چون در سرمای زمستان انسان با عذاب و مشقت دچار میشد و همیشه میدانست که یک فصل بعد از زمستان است که طبیعت زنده می شود و باید که زمین را کشت کند و حاصل از آن حاصل گیرد. خب وقتی که انسان در دوره نیولیت کشت زمین را از خود کرد، در دوره بعدینه تاریخی در دوره عصر برنج و بعدتر نسبت همین فرارسی فصل بهار در بین مردم آریاتابار یک مناسبت ویژه پیدا شد و آن بعدتر آهسته آهسته به یک جشن تبدیل یافت و در تا زمان معاصر رسید و جهانی شد. خب اساس تاریخ نوروز همین است که این در اساس مناسبت انسان با طبیعت پیدا شده است و جشن نوروز پیش از همه جشن کشاورزان است. از اثرهای خطی اگر نظمی مثال بیاریم، بزرگترین اثری که نوروز را تجلیل نوروز را با
ҳимояи ватан ва ҳимояи марзу буми ватан баробар донистааст. ин шоҳномаи Абулқосим Фирдавсӣ мебошад. аз ҷиҳати илмӣ бошад, мо медонем ки бисёр олимони мо фарзандони фарзонаи халқи тоҷик ба мисли Абулфазли Байҳақӣ, Абурайҳони Берунӣ ва дигарон дар бораи оинҳои Наврӯз, дар бораи таърихи Наврӯз онҳо суханҳои бисёр олимонаро навишта буданд. ва як чизе ки бисёр муҳим аст вобаста ба Наврӯз, вобаста ба таҷлили Наврӯз ва ҷаҳонӣ шудани Наврӯз, ҳаминро мо бояд ба таъкид гӯем ки нигаҳбон ва ҳофизи доимӣ ва ҳамешагии Наврӯз дар ҳамаи давраҳои таърихӣ ин худи халқ ва мардум мебошад. ҳамин мардум буд, ҳамин халқ буд ки новаста аз он ки сиёсатҳои давлатҳо дигар мешуд, як давлат аз байн мерафт, давлати дигар ба сари ҳокимият меомад, мардум тавонист ки ҳамин Наврӯзро, анъанаҳои Наврӯзро ҳифз кунад ва то замони муосир онро дар шаклҳои гуногун ба мо расонад. воқеан ҳам дуруст қайд кардед ки ҳофизи асосии Наврӯз ва дигар ҷашнҳои миллии мардуми тоҷик худи ҳамин мардуми мо буданд, мардуми фарҳангсолори мо буданд ки дар лобалои ин таърихи дуру пуршебу фароз ҳамин ҷашнҳоро гӯем худи мардум эҳё карданд ва онҳоро то андозае тавонистанд ҳифз кунанд ва ба имрӯзиён ба мерос гузоранд. ва дар идомаи суҳбат боз ҳам як суруду таронаи хеле зебоеро аз ҷониби ҳунармандони ансамбли этнографии фолклори Қаратоғ мешунавем ва баъдан боз ҳам суҳбатро идома медиҳем. بیلال رقصان شده چیمی چیمی بارون شده بیلال رقصان شده چیمی چیمی بارون شده دنیا همه معطر گلگون چخندان شده دنیا همه معطر گلگون چخندان شده دختر بابا آمد از قرطاق آمد دختر بابا آمد از قرطاق آمد گلی سیاه گوش بمو مست و خمار و خوشرو گلی سیاه گوش بمو مست و خمار و خوشرو بله 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 آجه جون جهله جه جه بوقله 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 دایره بر دستیار چشمانی دل بر خمار دایره بر دستیار چشمانی دل بر خمار دشت و چمن گل نگار آمد فصلی بهار دشت و چمن گل نگار آمد فصلی بهار دختر بابا آمد از قرطاق آمد دختر بابا آمد از قرطاق آمد گلی سیاه گوش بمو مست و خمار و خوشرو گلی سیاه گوش بمو مست و خمار و خوشرو آمد دختری قرطاقی برقصی آسین آمد دختر بابا آمد از قرطاق آمد دختر بابا آمد از قرطاق آمد گلی سیاه گوش بمو مست و خمار و خوشرو گلی سیاه گوش بمو مست و خمار و خوشرو بله 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 آجه جون جهله جه جه بوقله آجه جون جهله جه جه بوقله آجه جون جهله جه جه بوقله آجه جون جهله جه جه بوقله
باز هم به یکایک شما دوستان عزیز، هموطنان گرامی، نوروز بین المللی را مبارکباد میگوییم و برنامه را ادامه میدهیم. اینجا در صحبت ما حضور دارند گلدختران زیبا و جوانان نوقلم. خوش آمدید به برنامه و به این صحبت. نوروز شما را مبارکباد میگوییم و چون میدانیم که نوروز پیش از همه برای مردم ایجادکار یک الهام تازه و الهام نو است برای ایجاد کردن مثلا شعر و ترانه و سخن والا و برای یک نفر جوانی تازه ایجادکار، یعنی ترنم نوروز و بهار یک وطن خیلی نازنین و یک وطنی که گوییم منشأ نوروز از آن آغاز می‌گردد، تا کدام اندازه می‌تواند تاثیرگذار باشد و آن برای شما تا کدام حد جایگاه دارد؟ نوروز ز بزم جاویدان آمده است، چون نامه جمشید کیان آمده است. با 7 قبط سبزه بخت و شادی، در بزم وطن سبز و جوان آمده است. نوروز با سرنوشت ملت تاجیک هم پیوند است. نوروز این جشن صلح است، پیش از همه جشن آزادی است، جشن تازگی است، جشن شادی و سرور است، جشن خرسندی است و واقعا هم جشن نوروز برای ملت تاجیک یکی از جشن‌های بزرگترین حسابیده می شود. جشن نوروز برای ما ادیبان جوان، برای ما نوقلمان بسیار هم یک جشن مقدس است، بسیار هم یک جشن شادی است، سرور است، خرسندی است و برای بنده شخصا نوروز برای ما شعر است و شعر نوروز است و همین دو وای به همدیگر برای ما ادیبان هم پیوند است. در عالم بی‌وفایی دلسوز از من، 100 سال نصیب تو 1 روز از من. این دولت جاویدان و اینجا همه دنیا همه از تو باد نوروز از من. اولی فصل بهار است و ولی غنچه های دل من زرد شده است. گویا فصل زمستان باشد که هوای دل من سرد شده است. دل من سرد شده است از مهرت، آسمانم به زمین چسبیده است. یخ بسته است دلم از سردی و از آن عشق تو هم لغزیده است. تشکر. صحبت را با رعنا بانو ادامه دهیم که چون رعنا بانو یکی از خواننده های فعال گوییم که ادبیات است، از شعر است، از سخن والا است. شما امروز ببینید که نوروز بین الخلقی، نوروز جهانی و در برابر تاریخ چند هزار ساله داشتنش پیش از همه اثباتگر آن است که فرهنگ تاجیک پیش از همه فرهنگ تمدن آفر و تاثیرگذار بالای فرهنگ خلقیت های دیگر است. نوروز پیش از همه فلسفه بالا دارد. نوروز پیش از همه فلسفه مبارزه برای حیات را دارد، چون که ملت ما، اجدادان ما در دوره باستان نوروز را به خاطر رستاخیز طبیعت جشن می گرفتند، به خاطر آغاز موسم کشت و کار جشن می گرفتند. یعنی فصل سردی و فصل دی گذشت و اینک موسم کشت و کار است و اینک موسمی هست که ما باز با طبیعت روبرو شویم. و در ادبیات جهان نیز فلسفه نوروز به واسطه و یا به واسطه انعکاسش را یافته است و اگر ما ببینیم در آثار کلاسیکی، در آثار حافظ شیرازی، در سعدی شیرازی و در عمر خیام، تأثیر نوروز و جشن نوروز در شعرهای آنها بسیار بالا است. عمر خیام میگوید که بر چهره گل نسیم نوروز خوش است، بر صحن چمن روی دل افروز خوش است. از دی که گذشت هر چه گویی خوش نیست، خوش باش و زدی مگو که امروز خوش است. یعنی فلسفه نوروز برای کلاسیکان ما یک منبع معنویاتی خوشبینی به زندگی بود. وقتی که آنها درباره نوروز میگفتند حتما باید در نتیجه آموزش فلسفه نوروز به زندگی باید خوشبین میشدند. نوروز شخصا از نگاه من تا امروز آمده رسیدن آن نشانه مبارز بودن خلق تاجیک برای حفظ فرهنگش است. چون نوبسته از آن که اینقدر سالها گذشت، نوبسته از آن که اینقدر سلاله ها عوض شدند، سیاست ها عوض شدند، حتی محدودیت ها برای جشن گرفتن این گونه جشن های ملی ما از عامل های گوناگون بود، اما ملت ما توانست آن را حفظ کند.
ملت ما توانست تا این اندازه جشن ملی خود را در سطح جهانی جشن میگیرد و ملت های دیگر را قانع کند که نوروز اساس علمی دارد، فلسفه بلند دارد و این نوروز در سطح بلند جهانی باید جشن گرفته شود. نوروز در شعر، در ادبیات جایگاه مخصوص دارد و خوشبختانه امروز در ادبیات معاصر نیز هم در نظم و هم در نثر انعکاس گوناگون خود را یافته است و چون نوروز، موسم نوروز ایام تبریکات است، ایام خوشنودی است، با یک غزل بسیار زیبای استاد محمد ترمیزی میخوام کلی مردمی تاجیکستان را با نوروز شادباش گفته باشم. ای یار بهارآیین نوروز مبارک باد، پرورده فروردین نوروز مبارک باد. ای دستی بهارآلود، ای چشمی خمارآلود، ای کاکل عطرآگین نوروز مبارک باد. ای غرقه خواهش ها، سرمست نوازش ها، ای عاشق فرخدین نوروز مبارک باد. ای سینه بیکینه، ای قلب چو آینه، ای خانه مهرازین نوروز مبارک باد. ای راز تری باران بر گوش دل یاران، تبریک بگو شیرین نوروز مبارک باد. ای هفت نشان از شین در سفره جان بنشین، ای هفت سلام از سین نوروز مبارک باد. نوروز کل مردم شریف تاجیکستان مبارک باشد که ما و شما بیش از این برای آبادی کشورمان، برای بیش از این در صحنه جهانی معرفی کردن فرهنگ والای خود خدمت کنیم و فرزندان آفتابی آینده تاجیکستان باشیم. میخواستیم اطراف آن صحبت کنیم که گوییم نوروز در یک سطح جهانی تجلیل می شود و این جهانی شوی نوروز برای ماندگاری همین نوروز میانی مردم تاجیک و میانی مردمان حوزه نوروز و میانی مردم کل سیاره و نسل های بعدی گویم تا کدام اندازه میتواند هم باز هم استوارتر و ماندگار باشد. خب ببینید که ما در اول صحبت گفتیم که جشن قدیمه نوروز پیش از همه ریشه های طبیعی دارد و تمام مردم دنیا آن را در شکل‌های گوناگون با فرا رسیدن فصل بهار تجلیل می نماید و برای مردم آریایی، برای نیاگان ما مهمترین کاری که برای جهانی شوی نوروز انجام داده است همین است که نوروز را هنوز از زمانهای باستانی به یک جشن رسمی و دولتی به ایجاد کردن یگام محدودیت سیاسی، دینی و مذهبی تجلیل می نمود و خود جهانی شدن نوروز هم ریشه های گوناگون، سبب های گوناگون دارد. سبب اساسی و مهمترین جهانی شدن نوروز همین است که وی با زندگی انسان، با روح انسان، با رویه انسان و با طبیعت همبستگی دارد. دوم سبب دیگری جهانی شدن نوروز همین است که جشن نوروز برای یگام مردم دیگر در تاریخ نیاگان ما یگام محدودیت را ایجاد نمی کند. یعنی همه مردم دنیا نابسته از دین و مذهب، از ملت خود، آنها در فصل بهار مثلا شادی میکنند و سرور همیشه خرسند هستند و یگام محدودیت ایجاد نمی کنند. و دیگر جنبه بسیار مهم جهانی شدن نوروز همین است که نوروز بر همه احترام میگذارد و همه را اعتراف میکند و دیگر یکی از ریشه های بسیار مهمی خود جهانی شدن نوروز همین است که نوروز در سطح جهانی، یعنی جشن نوروز در سطح جهانی یکی از دستاورد بسیار مهم و والای انسانیت اعتراف شده است و خود جهانی شدن نوروز هم همین است. بینید که یکی از دلیل‌های سخن‌های گفته من همین است که هر ملت غیر آریایی که نوروز را همچون جشن ملی خود قبول کرد نام آن را عوض نکرد، فقط تلفظ نوروز دیگر شد ولی نام نوروز
در بین مردم‌های غیر آریایی ماند. برای چی ما میگیم که در اینجا مردم آریایی تبار نقشی اساسی دارند؟ برای ببینید که اگر زمان امپیر هخامنشی در اصل 6 پیش از میلادی مثلا در تخت جمشید نوروز تجلیل میشد، در دوره امپیر هخامنشی الکی نوروز یک جشن دولتی شد و بسیار با قاعده ها، با همون یک رسم و آیین بسیار سطح بلند با اشتراک بی‌واسطه امپراتوری ساسانی این تجلیل میشد، جشن گرفته میشد. عامل های بسیار مهم جهانی شدن نوروز البته این سیاست حکومت جمهوری تاجیکستان و اقدام های بین المللی و جهانی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان می باشد. زیرا در دوره استقلالیت سیاست حکومت جمهوری تاجیکستان با همین احیای عنعنه‌های قدیمه، با همین احیای رسم و رسوم نیاگان روانه کرده شد و ما بسیار جشنواره‌های بزرگ داشتیم. شهرهای قدیمه خود را ما تجلیل نمودیم. از فرزندان فرزانه خلق تاجیک ما آنها را با برگزار نمودن جشنواره‌های بزرگ روح آنها را شاد کردیم. و آن چیزی که در دوره استقلال دولتی احیا شد البته این نوروز است و دوره خود این جهانی شدن نوروز در زمان صاحب استقلالی البته به حکمت نیست و حکمتش از آن عبارت است که ما با جهانی نمودن نوروز خود را، فرهنگ خود را، تمدن آفریده خود را از جهانی شوی چور کردیم، حفظ کردیم. زیرا که یکی از خطرهای جهانی شوی در زمان معاصر این به کام خود فرو بردن فرهنگ‌های ملی می باشد. و همین تجلیل نوروز، جهانی شدن نوروز، این نصف شدن فرهنگ‌های ملی از جمله فرهنگ و تمدن آفریده خلق تاجیک را چون میکنند حفظ میکنند. ایجاد شما از بهار و نوروز میتواند که الهام گیرد؟ اگر گوییم که نوروز جشن شاعران است، جشن ادیبان است، خطا هم نمیکنیم. زیرا واقعا هم در نوروز خود رمزی خرمی است، رمزی سرسبزی است، بیدارشوی طبیعت است و نوروز یک جشنی است که به شاعران الهام میبخشد برای ایجاد کردن شعر و عموما برای آفریدن اثرهای بدیعی. من وطن را میشناسم، من وطن را از هوایش میشناسم، من وطن را از هوای عطربارش میشناسم، من وطن را از بهارش میشناسم.
ما جوانان تا کدام اندازه میتوانیم که حفظ کننده این میراث بی‌بهای نیاگان باشیم؟ نسل نوی هر یک ملت پیش از همه در برابر ملت و دولت خود یک مسئولیت بسیار گران بر دوش دارند. این مسئولیت به نسل آینده تحویل دادنی میراث، زبان، تاریخ و تمدنی که آنها از نسل قبلا در همین گونه تحویل گرفتند و امروز مسئولیتی به نسل آینده رسانیدن ارزش‌های ملی، فلسفه نوروز و حفظ کردن جشن‌ها و ارزش‌های ملی امروز مسئولیت ما است. شما اگر ببینید نسل جوان هر یک ملت وظیفه‌دار است به نسل آینده ارزش‌های ملی خودش را در شکل اصل تحویل بدهد، چون اگر این مسئولیت را ما به عهده نگیریم نسل نو و جوان دیگر ملت این کار را از برای ما نمی‌کند. ملت ما است، فرهنگ ما است، ارزش‌های ما هستند. تاجیکستان وطن نوروز است و پیش از همه معرفی نوروز، گذاری به نوروز و نشان دادن شکل اصلی همون عنعنه‌هایی که در نوروز هست، شکل جشنگیری نوروز پیش از همه باید از تاجیکستان سرچشمه بگیرد. جشنگیری نوروز این جشنگیری همگیرایی بین دلها است، همگیرایی بین ملت ها است، جشن دوستی است و به آینده ها تحویل دادن این فلسفه و معنویات و این بایگری فرهنگی مسئولیت ما و شما است و من باوری دارم که نسل امروز تاجیکستان از عهده این مسئولیت با سربلندی برمی‌آید. بله، درست هم قید کردید و باید که ما جوانان البته که حفظ کننده این میراث خیلی بی‌بهای نیاگان خویش باشیم و تشکر زیاد از اونی که امروز آمدید و در صحبت ما بودید. دوستان عزیز، خبر میگویند هر روزتان نوروز باد، نوروزتان فیروز باد. بهارم من، بهارم کمند و دانه را من انتظارم، خرامان خیز برپا مردی دهقان، برایت فیضی به حد تحفه آرم. نوروز شده دل ربا بشو که نوروزی کنیم، نوروز شده دل ربا بشو که نوروزی کنیم، از کوچه روی شما ما ذوق دیروزی کنیم، از کوچه روی شما ما ذوق دیروزی کنیم. یک سخن داد آفتاب سوی دیگر گرید سهام، یک سخن داد آفتاب سوی دیگر گرید سهام، با رشته تیرو کمان در سینه گل دوزی کنیم، با رشته تیرو کمان در سینه گل دوزی کنیم. نوروز شده دل ربا بشو که نوروزی کنیم، نوروز شده دل ربا بشو که نوروزی کنیم، از کوچه روی شما ما ذوق دیروزی کنیم، از کوچه روی شما ما ذوق دیروزی کنیم. سلطان کی از نوروزی نو دارد اومد روزی نو، سلطان کی از نوروزی نو دارد اومد روزی نو، تو سازی نوروزی بیزن ما بزمی نوروزی کنیم، تو سازی نوروزی